روی پورتافیلترتون آب جمع میشه و عصاره‌گیری با شدت کمی انجام میشه، یا برعکس عصاره‌گیری با شدت بیشتری انجام میشه و عصاره اسپرسویی که از پورتافیلتر خارج میشه مقدارش زیاد هست. این موضوع به چند تا عامل بستگی داره. با من همراه باش تا بهت بگم. خب اینجا میبینیم که روی پورتافیلترمون آب جمع شده و اسپرسومون هم زیاد جالب از کار در نمیاد. باید چی کار کنیم؟ اینجا هم مشاهده میکنیم که فشار و حالت عصاره‌گیری ضعیف هست و عصاره‌گیریمون دیر انجام میشه و هم قهوهمون طعم خوبی نداره و هم روی دستگاه اسپرسومون انگار فشار هستش و دستگاه داره به زور عصاره‌گیری میکنه. باید چیکار کنیم؟ خب اینجا هم میبینیم که فشار و شدت عصاره‌گیری بیشتر از حد معمول است و کیفیت قهوهمون خوب در نمیاد. اینجا باید چی کار کنیم؟ خب همه این مشکلات بستگی به چند تا عامل داره. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که بریم سراغ درجه آسیاب. باید بدونیم که درجه آسیاب بسته به نوع دونها میتونه متفاوت باشه، یعنی برای هر نوع دون میکس شده که داخل آسیاب ریخته میشه باید درجه آسیابمون رو تغییر بدیم. برای همین موضوع که اکثر کافی شاپ ها و قهوه فروشی ها سعی میکنن که نوع دانهای قهوهشون رو تغییر ندن، چون کل تنظیمات لاین قهوهشون به هم میخوره و به همین منظور مشاهده میکنیم که کافی شاپ ها و قهوه فروشی ها هر کدومشون از چند تا دستگاه آسیاب برای لاین هاشون استفاده میکنن. پس اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که بریم سراغ درجه آسیابمون. حالا درجه آسیاب رو باید به چه شکل تنظیم کنیم؟ خیلی ساده است. اگر آب روی پورتافیلترمون جمع میشه به این معنیه که توده آسیاب شده قهوهمون خیلی ریزه و به پورتافیلتر اجازه نمیده که آب رو از خودش به سادگی عبور بده و معمولاً عصاره‌گیری ضعیف انجام میشه، به طوری که انگار روی دستگاه فشار زیادی هست و معمولاً قهوهمون هم طعم خوبی نمیگیره یا اصطلاحاً اوور میشه. بنابراین باید درجه آسیابمون رو به سمت عددهای بزرگتر و یا درشتر تغییر بدیم تا آب راحت‌تر از پورتافیلتر عبور کنه و قهوهمون اصطلاحاً اوور نشه یا طعم سوختگی نگیره. فقط توجه داشته باشید که تغییر درجه آسیاب باید حتماً به صورت کم کم و ظریف و دقیق انجام بشه، یعنی درجه رو کمی تغییر بدید و دوباره امتحان کنید. این کار با چند بار آزمون و خطا به دست میاد تا زمانی که دیگه آب روی پورتافیلتر جمع نشه. حالا باید دقت کنید اگر حجم و فشار عصاره‌گیری بالا بود و قهوه ما آبکی یا رقیق به نظر می رسید به این معناست که درجه آسیابمون درشت هست و آب بیشتری از پورتافیلتر عبور میکنه و قهوه کیفیت مناسب رو نداره. بنابراین باید همون کار رو برعکس انجام بدیم، یعنی درجه آسیابمون رو خیلی کم کم و با دقت به طرف عددهای کوچیکتر یا ریزتر تغییر بدیم تا در نهایت عصاره‌گیریمون بین 3 تا 5 ثانیه انجام بشه. شروع عصاره‌گیری باید بین 3 تا 5 ثانیه انجام بشه و نهایتاً در عرض 20 تا 30 ثانیه بین 20 تا 60 میلی لیتر مایع قهوه رو با کیفیت مناسب داشته باشیم. خب موضوع بعدی چگونگی تم کردن و فشاری هستش که ما به پودر قهوه داخل پورتافیلتر وارد میکنیم. استاندارد فشار تمپ داخل پورتافیلتر باید به اندازه 10 کیلوگرم باشه، یعنی 10 کیلو فشار برای تم کردن داخل پورتافیلتر
قبل از عصاره گیری ضروری و کافی هستش. حالا اگر درجه آسیاب رو با فشار پمپ ماشین اسپرسومون تنظیم کردیم و باز متوجه شدیم که فشار و حجم اسپرسوی ورودی به شات قهوهمون کم هست، باید فشار تمپ رو کمتر کنیم، یعنی بین 5 تا 7 کیلو فشار برای تمپ کردن کافیه. و اگر حجم عصاره گیری و اسپرسوی ورودی به شات قهوهمون زیادتر از حد معمول هست، باید کمی فشار تمپر رو بیشتر کنیم تا توده پودر قهوه داخل پورتافیلتر فشرده تر بشه و از عبور آب بیشتر به داخل شات قهوه جلوگیری کنه. به یاد داشته باشید حتما از نیدل برای هم زدن پودر قهوه داخل پورتافیلتر استفاده کنید. نیدل باعث میشه هم اون پودرهای قهوه‌ای که به خاطر چربی قهوه به هم چسبیدن از هم جدا بشن و هم فضاهای خالی داخل پورتافیلتر رو پوشش میده. بنابراین ما عصاره گیری خیلی بهتری خواهیم داشت. خب موضوع بعدی پودر قهوه‌ایه که داخل پورتافیلتر ریخته میشه که برای دبل اسپرسو بین 16 تا 20 گرم توصیه میشه که باید مد نظر قرار بدید تا تنظیمات به هم نریزه. در کل درجه آسیاب، فشار تمپر و فشار پمپ دستگاه اسپرسو ساز باید با هم مچ بشن. اگه همه این مراحل رو به درستی انجام بدیم، در نتیجه عصاره گیریمون به صورت اصطلاحاً دم موشی انجام میشه و کیفیت قهوهمون فوق‌العاده خواهد شد. بنابراین شکل و شمایل کیک قهوهمون هم قابل قبول خواهد شد و اسپرسومون هم کیفیت خوبی خواهد داشت. امیدوارم که این آموزش هم به کارتون اومده باشه.